رئیس ولایت خطلان دولتعلی سعید ضمن بازدید از روند استفاده‌بری زمین نزد حولگی در منزل استقامتی ساکن دهه نوآباد شهر باختر عمرعلی رجبوف جهت مهنت صافدلانه و استفاده عاقلانه هر قطعه زمین در اختیار داشته با کار اهل زحمتی این خاندان بهای بلند دادند. ساکن دهه نوآباد عمرعلی رجبوف با اهل خانواده در زمین نزد حولگی خود گرمخانه دائم عمل کننده را بنیاد نموده انتظاری آن را دارند که از آن هم روزگار خود را سامان بخشند و هم فایده به دست آورند. گرمخانه بنیاد نموده این ساکن محلی 7 ساتق زمین را تشکیل داده در آن پمیداری بروقتی پرورش کردند که حالا آن در عرفه حاصل غنداری قرار دارد. طبق اطلاع در این گرمخانه پمیدار نوع حیات پرورش کرده شده است و امید است که ساکن این دهه بعد یک هفته با جمع‌آوری آن در غنی گردانیدن بازارهای محلی سهم مناسب می‌گذارد. ایرا ماهی نوامبر چاشیدگیم روکا ماهی 5 فوریه برآوردگیم در جویاکو شنوندگیم از اینا اصول ایچیغاتی چین دبدیم این سال هوا خنک آمد سال دیرتر شد اینا خیلی خدا را شکر بد نیست نقص اینا حاصل ما در زمین حولگی خونه همین پمیدور شنوندگیم ما همه ساله حاصل خوب میگیریم این سال نیست امید داریم که حاصل نقص گیریم. همزمان رئیس ولایت اثنای بازدید در زمین نزد حولگی ساکن این دهه علی جان حمزه‌یف جهت استفاده با ثمر زمین نزد حولگی با اهل زحمت صحبت نموده آنها را برای از یک زمین گرفتن 2 و یا زیاده حاصل تشویق نمودند. این ساکن مهنت دوست در میدان 6 ساتق زمین نزد حولگی خود گرمخانه بنیاد کرده در آن پمیدار بروقتی را پرورش نموده ایستاده است که به اندیشه این ساکن بعد جمع‌آوری پمیدار بروقتی در دوم حاصل بادرین کش کرده می شود. رئیس ولایت ضمن صحبت اصرار داشت که استفاده هر یک قطعه زمین‌های کارم امکانات استحصال بیشتر محصولات کشاورزی را به وجود می‌آورد. پس هر یک ما را نیز می‌باید تا از این امکانات موجوده استفاده نموده در تامین خاندان خود با انواع گوناگون محصولات کشاورزی سهمگزار باشیم. واقعا یکی از راه‌هایی که می‌تواند بودجه خانواده هر یک ما را با غنی بگرداند این استفاده عاقلانه هر یک از زمین نزد حولگی محسوب می‌یابد. دولت و حکومت کشور نیز پیوسته بهر نیکو اهالی ساکنان مملکت تدبیرهای مهم راه اندازی می‌نماید. از این رو هر یک ساکن میهن دوست کشور را می‌باید در استفاده عاقلانه هر یک قطعه زمین در اختیار داشته کمر همت بندد و تلاش نماید. در دایره سفر کاری رئیس ولایت همچنین از رفت نشرونمای کارتاشکا در زمین‌های فیلیال انستیتوت زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان در ولایت خطلان بازدید نمودند. اطلاع داده شد که مساحت زمین‌های فیلیال مذکور 9.5 گکتار را تشکیل می‌دهد که در برابر کشت دیگر نمود زراعت‌ها همچنین کارتاشکا و پمیدور بروقتی کشت کرده شده است. گفته شد که حالا نشرونمای کشت کارتاشکا خوب ارزیابی می‌شود. رئیس ولایت اثنای بازدید از دیگر قطعه زمین‌های فیلیال با مسئولین جهت انتخاب تخمی خوش‌صفت و از استفاده ثمره‌بخش زمین در اختیار داشته دستور و توصیه‌های مفید داد. همزمان رئیس ولایت با همراهی پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان خوشوقت‌زاده قابلجان از رفت کارهای ساختمانی در بینای فیلیال اگنتی امنیت شیمیایی، بیولوژی، رادیاسیونی و یادرویی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در ولایت خطلان دیدن نمودند. ساختمان در بینای مذکور در اساس نقشه چاره‌بینی‌های حکومت جمهوری تاجیکستان از ماه فوریه سال جاری آغاز یافته با مرام ادامه دارد. اطلاع داده شد که مرحله اول کارهای ساختمانی بینای مذکور الکی آغاز گردیده است. بنا 3 آشیانه بوده در پهلوی آن همچنین بینای علاوگی 2 آشیانه عبارت از اتاقهای کاری و دیگر حجره‌ها ساخته می شود. رئیس ولایت به مسئولین جهت با صفت انجام دادن کارهای ساختمانی در این بنا دستور و سپارش‌های مشخص داد. همزمان در بینای مأموری فیلیال انستیتوت زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان در ولایت نمایش تخمی‌های سلکسیونی فیلیال مذکور به معرض گذاشته شد. ضمن بازدید از این نمایشگاه رئیس ولایت با مسئولین صحبت نموده جهت انتخاب درست تخمی‌های به زمین‌های کشت‌شونده موافق توصیه‌های مفید داده اظهار نمودند که مسئولین جهت انتخاب تخمی‌ها به دهقانان پیوسته نوع‌های به اقلیم مطابق را باید توصیه دهند. در این زمینه همچنین لایحه بینای فیلیال اگنتی امنیت شیمیایی، بیولوژی، رادیاسیونی و یادرویی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در ولایت معرفی کرده شد.
قید گردید که بینای مذکور از مجموع بیناهای 2 و 3 آشیانه عبارت بوده در مساحت 12 ساتق زمین به نقشه گرفته شده است. در بینای مذکور ساختمان آزمایشگاه، حجره‌های مأموری برای کارمندان ساحه تامین بی‌خطری یادرویی و رادیاسیونی، تالار مجلسگاه و سیمخانه‌های معاصر که با تجهیزات زمانوی مجهز گردیدند پیش بینی شده است. ضمن بازدید از لایحه مذکور دستور داده شد که در بینای علاوگی وابسته به امکانیت‌های موجوده برای کارمندان شرایط زیست نیز مهیا کرده شود. همزمان رئیس ولایت با ساکنان و کارمندان فیلیال صحبت صمیمی انجام داده آنها را برای خدمت صافدلانه و استفاده هر یک قطعه زمین راهنمایی کردند. در انجام سفر کاری رئیس ولایت از جریان کارهای ساختمانی در بینای خوابگاه 7 آشیانه برای دانشجویان دانشگاه دولتی باختر با نام ناصر خسرو بازدید نمود. طبق اطلاع در بینای مذکور 153 حجره برای 460 نفر دانشجو ساخته شده، در داخل آن همچنین بنگاه طبی، اتاق‌های درزمال و دیگر شرایط‌های زیست مهیا می‌گردد. بنا با لیف و تکنولوژی گرمیدهی پورا تامین گردیده کارهای ساختمانی در عرصه انجامیابی قرار دارد. اثنای بازدید از روند کارهای ساخته شده در آشیانه‌های بنا، رئیس ولایت به مسئولین جهت با طلبات معاصر انجام دادن کارهای ساختمانی دستور و توصیه‌های مفید دادند.